غزل و محسن ازبکستان برای شاه جایزه آپل پشت میگیرند. ایراج حدیث صبحدین گوشتین دوامتی قالب خوشش دریده اون خورمن جمهوری ازبکستان غزل شای دولت شاه جمهوری تاجیکستان شاه جایزه مکافاتی عالی افتماشینه سبک روی اوپل همه تنتنه درشت رنگی دیگر بگیرد و هر دو اقبال و سعادت و کامکاری و میدانی زیبای رشت در نوروزی با شکوه آمین الله اکبر انا داور برادران کامیرا داریم دیگر تلفن در وقتی نداریم که کمیتانی های شما را بخونم دیگر کامیرا داریم وقت ما داو گذارم کاری بس برانگیز بر سری خودت هر دینا را دید دوباره کنیم محمد هر جانگیر اینو محمد تاجیک آباد پهلوانی رشتان زمین هر دو قشنگند اما بخیر دستفشوری صورت افزایی جوان مردی برادران در کانال آبونه شید پویا نوارای تازش با میشن در کانال نه یا ممکن شاو بزنن برای شاه جایزه محسن و غزل میدانداری دارند برای مکافات نوبتی اشتر و کالین و گوسفند و 2000 سومانی از نام برادری محبوب اسام‌الدین شایف صاحب کارانی انفرادی عزیزی رشت رئیس فدراسیون گوشین جنوب خیلی جالب عالی اما نشد راست خودش میدانه محمد جوان مرده انسانی فاضل میدانه برادر هرچی های به هر دو وقت سعادت همه خیر محبت احترام انسان از همه والا خوش نگیرید تشکر به هر دو سپاس بسیار با سرعت کسبیت محبتی انمان رفقی و برادری خیلی شایسته به هر دو تشکر
بچه سرمو موزد یک قدمه کس تشنگو پوش باید بیو ها اما اولی سرشوی داد گرفتی دیده بود با رفتی با اومدی ها خوش کدی بس چونم داریش بر ناموسی وطنداری را خودشناسی ملی را درک و احساسی جوانمردی را نشان داد این است کاری که در میدان تو یک کس فروتنی کند و تو در زیر بوته پوش انتظار شاه جایزه باشی این در خصوصیتی عموما خورشید موجود نیست تشکر دستی شما درد نبینن آنها این دو قسم مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رزمزاده یک شطور وقتوی بال هر دو امین سلامت باشید آن این طرفش کار صمیمانه شماست مساوی ندارد وقتی که در خاتمه مشورت شما نتیجه بخش شد و جدا شده با تحفه قدردانی می شود اما در خصوص شاه جایزه حقی دعوا کردن ندارید آنها میخوید نداره چه کی گفت حتی از آمودی درست پرویز شمشاد ناحیه مومین آباد اینجا کی میگیره هر دو نوع ایراجو ریزی ادامه سبقت پهلوانان در گروه اول این پرتاف سکرتوری علاهیده زیاد دارد تشکر در این منطقه پولیر ها گیراجا اگه قومت راست گیراجا دیگه ریزی لگم نتی او دیگه راحت داره خودتم قشنگی پرویز بیو موسیقی نمیشه و که اوفر اینو نمیشانید خاصی مردمی دهات نیست مخصوصا برای پهلوانان با این عموما خب همه این میشود شمشاد کنی شمشاد ناحیه مومین آباد داور کس داوری بکر نیست باید پرویز کش کنو اگر با سعید مومین باشد یگان نفر فرصت میتیم خب خواهش میکنیم دو دستی دیگری میدانداری اینها برای شاه جایزه یک اکای شریف احسان با شما برای در سطح بلند گذراندن این چهاربینی ما دائم افتخار داریم از شما
و هر یک چهاربینی که در ناحیه میگذره شما در سطح بلندی نمیگذرونید. هرچه سپاسیم مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شخصا خودم رو و شما میرسانم برای در سطح بلند گذراندن چهاربینی‌های ورزشی و معرفی ورزش تاجیک در تمام دنیا بهم خطا نمیکنیم. سلامت و سربلند باشید. تشکر به همه دوستان محبوب و برادرانی که امروز بر رشتان زمین آمدن باری دیگر سپاس و تشکر می‌گویم. نوروزتان پیروز باد.